سلام دوستان، بریم با هم برای درست کردن یک کیک خیس فوق‌العاده خوشمزه. خب ابتدا 4 عدد تخم مرغ رو درون ظرفمون میشکنیم. بعد از اون مقداری وانیل به موادمون اضافه میکنیم. من اینجا نصف قاشق چایخوری به این مواد وانیل اضافه کردم. بیشتر هم میتونین اضافه کنین. 1 لیوان شکر و بعد از اون به وسیله همزن کامل با دور تند به مدت 5 دقیقه 5 الی 10 دقیقه این مواد رو کامل میزنیم تا موادمون پفکی و کرم رنگ و کشدار بشه، به این ترتیبی که توی تصویر ملاحظه میکنید. خب اینجا همزن رو خاموش میکنم. ببینید مواد باید به این ترتیب بشه. 1 لیوان شیر داشتیم، به مواد اضافه میکنیم. نصف لیوان روغن مایع داشتیم، اونو هم به موادمون اضافه میکنیم. در حد هم خوردن به وسیله همزن هم میزنیم، خیلی کم، دقیقا فکر کنم 1 دقیقه بشه. مواد رو هم میزنیم، همزن رو خاموش میکنیم و بعد آردی که داشتیم، ما اینجا از 1 لیوان و 2/3 لیوان آرد استفاده کردیم. کامل الک میکنیم، 2 الی 3 بار الک میکنیم. به همراه آردمون 1 قاشق غذاخوری سرصاف بیکینگ پودر داشتیم، اونو هم به آردمون اضافه میکنیم و همراه آرد باید الک کنیم. این کارها تو کیفیت کیکمون خیلی تاثیر داره. به این ترتیب به آرد اضافه میکنیم و همراه با آرد الک میکنیم. پس 1 لیوان و 2/3 لیوان آرد داشتیم. پودر کاکائو داریم، 3 قاشق غذاخوری سرپر پودر کاکائو داریم که اونو هم به همراه مواد الک میکنیم. پس پودر کاکائو، آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار از الک رد میکنیم. حتما این کار رو انجام بدین تا کیفیت کیکتون عالی بشه. حالا قاشق قاشق این مواد رو به مایمون اضافه میکنیم و به وسیله لیسک به صورت دورانی هم میزنیم تا پف کیکمون نخوابه. ببینید به این ترتیب قاشق قاشق اضافه کنیم، به وسیله لیسک هم بزنیم به طور دورانی. اینجا دیگه همزن رو باید کنار بذارید دوستان تا به این ترتیب بتونین یک کیک پفکی و خیلی با کیفیت عالی داشته باشین. خب ببینید من کامل همه مواد رو اضافه کردم و به صورت دورانی هم بزنید تا هیچ گلوله‌ای توی موادتون نمونه و مواد صاف و یک دست بشه. حالا من قالب کمربندی داشتم، کامل چرب کردم و آرد پاشی کردم و بعد تمام مواد رو داخل قالب ریختم و 2-3 بار ضربه میزنیم و میذاریم توی فر برای پخت. به مدت 45 دقیقه و تقریبا با درجه حرارت 180 درجه طبقه وسط. حالا میریم برای درست کردن مایع یا سس روی کیکمون. ببینید به این ترتیب ما 2 تا قاشق پودر کاکائو داریم، نصف لیوان شیر داریم، 1/3 لیوان روغن مایع داریم و یه مقدار کمی هم وانیل داریم. اینا رو همه رو با هم حسابی مخلوط میکنین روی حرارت و سستون وقتی یک مقدار جوشید میذارید کنار. وقتی کیکمون ببینید به این ترتیب آماده شده، از فر در آوردیم و مقداری که زمان دادیم که خنک بشه، بعد از خنک شدن به وسیله چنگال یا خلال دندون سوراخ‌هایی رو روی کیک ایجاد میکنیم و بعد ببینید این سسی که روی حرارت به وسیله نصف لیوان شیر و 1/3
1/3 لیوان روغن مایع و ببخشید شکر هم نصف لیوان شکر، یادم رفت بگم نصف لیوان شکر ما و پودر کاکائو آماده کرده بودیم. این سس رو روی مواد کیکمون میریزیم. حالا من اینجا البته این کار دل بخواه هستش، از مقدار خامه هم استفاده کردم. یک بسته از اون خامه های صورتی رو استفاده می کنیم. از این پاکت صورتی ها یه مقداری وانیل بهش میزنیم و 3 قاشق پودر قند بهش اضافه می کنیم و به وسیله همزن کامل با دور تند حدود 5 دقیقه این خاممون رو میزنیم. اگر احساس کردید خامتون شله دوباره اون رو توی فرزر بذارید. من چون وقت نداشتم این کار رو نکردم، یه مقدار خامم شل موند و درست فرم نگرفت. شما حتما تو فرزر بذارید یه 5 دقیقه بمونه، بعد که یه مقداری حالت رگه های یخ روش بست دوباره بیارید با همزنتون بزنید تا یه خامه کاملا فرم گرفته و پفکی به شماها بده. بعد به این ترتیب درون قیف ریختم و با ماسوره به این ترتیب ماسوره زدم روی سطح کیکم. البته این خامه دل بخواه هستش، کیک خیس معمولا همونطور ساده سرو میشه. من برای حالا قشنگی و حالا خوشمزدگی بیشتر این کار کردم و بعدم به وسیله ترافل های خوراکی به این ترتیب روش تزییناتم رو انجام دادم. شما از هر چیزی که دوست دارید میتونید، حتی از برش های میوه میتونید روی کیکتون استفاده کنید. به این ترتیب کیک خوشمزه ما آماده است.